بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام. السلام علیکم دوستان عزیز. حدیث امروزمون باب در بیانی حرام بودن همخوابگی در روز رمضان برای شخص روزدار و واجب بودن کفاره روزه، کفاره کلان در انجام دادن همین کار در روز رمضان برای شخص روزدار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. این حدیث ابو هریره الله تعالی از این صحابی جلیل راضی باد روایت کردگی است که در مسجد اصحاب نشسته بودند. ابو هریره هم همراهشون نشستگی بود. یک مرد آمد نزد رسول اکرم علیه السلام، پس گفت هلاک شدم یا رسول الله علیه السلام، یعنی یک کاری را انجام دادم که سبب هلاکتم شد، گناهکار شدم. یعنی قال و ما اهلکک، پیامبر علیه السلام پرسیدند که چیست تو را هلاک کرد، یعنی چی کاری انجام دادی که سبب هلاکتت شد، گناهکار شدی. قال وقعت علی امرأتی فی رمضان. این مرد در جواب گفت که در روز رمضان با همسرم همخوابه شدم. قال هل تجد ما تعتق رقبه. پیامبر علیه السلام گفتند آیا امکان داری، قدرت داری که یک غلام یا که یک کنیز آزاد بکنی؟ قال لا. این مرد در جواب گفت که نه، ندارم این قدرت قوت که یک غلام یا که یک کنیز آزاد کنم، کفاره همون روزش. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين. پیامبر علیه السلام گفتند اگر که تو قدرت و قوت غلام یا که کنیز آزاد کردن نداری، پس میتونی که 2 ماه پی هم روزه بگیری. برای شخصی که اگر در روز رمضان روزه دارد و خوراک خورد یا که آب نوشید یا که با همسرش همخوابه شد، کفارش اول آزاد کردن یک غلام یا که یک کنیز است. بعد از اینکه اگر نمیتونه، در زمان ما که کنیزداری و غلامداری نیست، وجود ندارد، باید 2 ماه پی هم همین آدم روزه بگیرد. گفت آیا میتونی که روزه بگیری 2 ماه پی در هم، یعنی در بین یکم روزش نخوری بدون عذر؟ قال لا. این مرد گفت نه رسول الله، این شم هم نمیتونم. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسکینه. پیامبر علیه السلام گفتند پس این خیلی که باشد آیا میتونی که 60 مسکین طعام بدی کفاره روزت؟ قال لا. پس این مرد گفت که نه یا رسول الله، این شم نمیتونم، زیرا یک فقیر بود. قال ثم جلس. بعد ابو هریره روایت میکند که این مرد نشست. این حدیث ما از کتاب صحیح مسلم خواندیم، اما در روایت امام بخاری هم هست که پیامبر علیه السلام امر کرد این مرد که اجلس، بنشین. این مرد نشست. فأتی النبی صلی الله علیه وسلم بعرق فیه تمر. بعد پیامبر علیه السلام ده از هر طرف مال می آمد، به خاطر فقیرا و یتیم و بیچاره و مسکینا ده تقسیم کردن. یک مال آمد، یک عرق گفته یک ظرف کلانی را میگن که در داخلش تقریبا از 40 کیلو تا 70-80 کیلو را یعنی محصولات جا کرده میشه. در داخلش خرما بود. فقال تصدق بهذا. پیامبر علیه السلام این مرد گفت که صدقه کن، همین خرما را کفاره روزت صدقه کن. قال افقر منا. این مرد در جواب گفت آیا فقیرتر از ما وجود داره یا رسول الله؟ یعنی آیا محتاجتر، حاجتمندتر از ما وجود داره؟ به معنی که در مدینه بغیر از ما دیگر حاجتمندتر وجود نداره، از همه فقیرترین انسان در مدینه ما هستیم. فضحك النبی صلی الله علیه وسلم حتی بدت انیابه. پس پیامبر علیه السلام در جواب این مرد خندیدن، میگه چنان که دندانهای شکاری میگیم دندانهاشون نمایان شد، از یعنی
دهانشان کشاده خندیدنشان. در روایت بخاری میگه حتی بدت نواجذ، دندانهای قفا نمایان شد. ثم قال اذهب فاطعمه اهلک. پس پیغمبر علیه السلام گفتند که برو پس اینا طعام بته اهلته، یعنی اینا ببر همراه اهلت، اینا تناول کنین، استفاده برین. از این حدیث فهمیده میشد که انسانی که در روز رمضان خوراک میخورد بدون عذر، انسانی روزداری یا که آب مینوشد یا که با همسرش همخوابه میشود، باید 2 ماهی پی در هم بعد از اینکه غلام یا کنیز نیست که آزاد بکند باید روزه بگیرد که در بین این 2 ماه یگان روزش به عذر شرعی، به عذر کسل یا که به یگان عذر سخت روزش در بین نخوره، باید 2 ماه روزه بگیره. الله جل جلاله از ما و شما این عبادت ها را قبول فرموده باشد. بارک الله فیکم.